شرکت ماشینسازی آسان تامین آذر 0 تا 100 مقوله تولید هم کنار ماشینسازی به خریداران محترم ارائه و آموزش لازم را داده میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده مهران برزگری هستم، مدیر قسمت فنی مهندسی شرکت آسان تامین آذر. شرکت آسان تامین آذر از سال 1399 جهت تولید دستگاه‌های ماکارونی بعد از کشورهایی مثل آلمان، ایتالیا و چین شروع به فعالیت کرده که به چند منظور و اهداف این شرکت احداث شده که به چندین اهداف این شرکت و تولیدات این شرکت اشاره میخوام بکنم. یکی از اهداف این شرکت تولید دستگاه‌های ماکارونی در ظرفیت‌های مختلف، چه فرمی چه اسپاگتی هستش. کنار تولید تولید ماکارونی، دستگاه‌هایی مثل دستگاه بسته‌بندی، همچنین کارتون زن و امثال اونا را این شرکت تولید میکنه. یکی دیگه از وظایفی که این شرکت داره، به محلی که دستگاه داده در اون محل موظف است اونجا دستگاه ها را نصب و راه اندازی کنه. حالا این محل میتونه داخل کشورهای همسایه باشه. کنار نصب ما بخش راه اندازی و تولید داریم که یکی از مقوله های مهم توی قسمت ماکارونی است. ماکارونی کنار اینکه دستگاه خریداری میشه، نصب میشه، راه اندازی میشه، مقوله مهمش مقوله تولیده. این علم یا تکنولوژی خدمت شرکت ماشینسازی آسان تامین آذر هست. میتونه این علم به خریدارای دستگاه ها انتقال بده و خریدارای دستگاه ها میتونن این علم را آموزش ببینن، یاد بگیرن، نه اینکه بخوان با یه سری اعداد یا ارقامی که بهشون داده حتما با اون اعداد و ارقام کار کنن و هیچ اطلاعی از نحوه تولید نداشته باشن. یکی دیگه از اهداف این شرکت ساخت و تعمیر قطعات ماشینالاتی هست که داخل کشور موجود و در حال کاره. این شرکت کامل توانایی اینو داره که قطعات دستگاه‌های ماکارونی یا تعمیر یا از صفر بسازه و تحویل شرکت ها بده، چون خیلی شرکت ها هستن به دلیل تحریما با مشکلات زیادی در جهت تامین قطعات مواجه هستند. شرکت ماشینسازی آسان تامین آذر همه مواردشون رو میتونه ساپورت کنه. دوستان محترم میتونن ما را از طریق سایت ها و پلتفرم های موجود در شبکه مجازی دنبال کنن و نیازهای خودشون را شناسایی و ثبت کنن.